خب الان من تازه ضبط زدم، جلسه آخر هست واسه بخش ADC رو میخوایم بگیم واسه میکرو کنترلر، چون بعدم میخواید دوباره نگاه کنید. اینو اولش رو گفتم که بدونین چی. چیزی که تا الان گفتم و ضبط نشده بود این بود که دیتا شیت، فقط این قسمت رو من نشون دادم که همه مواردی که ما میگیم دیتا شیت هست و حتما بخونیدش. مثلا تو این قسمت آنالوگ تو دیجیتال کانورتری که ما میخوایم بگیم، ویژگی هاشو بیاید بخونید، مثلا ببینید چیه هر کدوم از این ویژگی ها دقیقا چیکار میکنن. حالا ما یه سری چیزاشو توی این اه، جلسه خودمون میگیم، ولی چون دیگه دوره مقدماتیه همشو وقت نمیشه، شما بعدا برید بخونید که ضرر نکنید بدونید کامل چی. مثلا ما ممکنه بعدا VCC و VCC و اینجور چیزا رو اه، بهش بر بخوریم که میگیم واسه چی هست، چی کار باید بکنیم باهاشون. اینجا مثلا اومده بلوک دیاگرامش رو گفته، کلا پایه های ADC چجوری میاد و حالا توی اون معماری داخلیش چجوری میاد که مثلا پخش میشه و نمونه برداری میکنه از یه سیگنال آنالوگ و اون مقدار دیجیتال رو به ازای مثلا یه ولتاژی که اون سیگنال آنالوگتون داده بهتون محاسبه میکنه و میده. ARF رو اینجا اسمشو مثلا میبینیم، حالا ما کار میکنیم باش. کلا این خیلی چیز خوبیه که شما خودتون برید کامل بخونید. خب این پس از این. حالا ما بریم فعلا توی این سایت معروفی که یه ذره شکل‌ها رو خوشگل تر میکشید و خلاصه تر آورده، از این استفاده کنید. خب بذارید من یه پاورپوینت هم باز کنم، مثلا کلا بگم این ADC چی هست و چی کار میکنه و چی کار نمیکنه. که اینجا اون پاورپوینت کو اینجاست. خب ببینید ما تو دنیای بیرونیمون، دنیای فیزیکی که کلا لمسش میکنیم، اینا اکثر چیزایی که هست تقریبا، خیلی از چیزایی که ما باهاتون سر کار داریم شاید همشون اه، آنالوگن، یه چیز پیوستن. مثلا صدایی که ما میشنویم خب بالاخره اون امواجی که داره اینا همشون آنالوگن، یا مثلا همین ولتاژی که ما ازش حرف میزنیم یه چیز پیوسته است. مثلا برق شهر رو که نگاه کنید، یه سیگنال سینوسی که بهتون میده، این یه چیز پیوسته است، اینو بهش میگن آنالوگ. اه، خب مثلا یه همچین سیگنالی که ما داشته باشیم این پیوسته است. ما ولی وقتی که این دنیای بیرونی خودمون رو میخوایم بیاریم توی میکروکنترلر، یه حسی ازش داشته باشیم، همه چی فرق میکنه، همه چی عوض میشه، همه چی میشه دیجیتال، میشه صفر و یک. چون که میکروکنترلر نمیفهمه که مثلا اگر این بر حسب زمان باشه این مؤلفه، حالا اینم مقدار ولتاژ یه چیزی رو، ما حالا ADC رو که داریم میگیم کلا میبریمش سمت ولتاژ. اینو با هم دیگه داشته باشیم تو این کلاس که من اگه گفتم چیز آنالوگ و اینا دارم صحبت میکنم، یه سیگنال، اینا سیگنال ولتاژ دیگه منظور. این اگه زمان باشه بعد اینم مثلا ولتاژ اون باشه، این سیگنال یه سیگنال آنالوگیه. مثلا اینجا رو در نظر بگیریم صفر، اینجا رو مثلا در نظر بگیریم میزان ماکسیمومش حالا یک منطقی، که اگه ما بگیم دیگه تو آنالوگ دیگه باید یه مقدار واقعی داشته باشه. مثلا ما سیگنالمون رو میگیم 5 ولت، این 5 ولت هم برای این مثال میزنم چون میکرو کنترلتون هم 5 ولت. تقریبا سعی میکنم مثالا رو تو همین میکرو بگم که یه ذره ملموس باشه. بعد این سیگنالی که شما دارین وقتی که میخوایم نمونه برداری کنیم تبدیلش کنیم به دیجیتال، فرمش عوض میشه دیگه. اینجوری نیست که ما یه سیگنال آنالوگ رو بتونیم تحلیلش کنیم، اینو به دیجیتال تبدیلش میکنیم که راحت تو برنامه نویسیمون که همش با صفر و یک کار میکنیم و میخوایم رو میکرو کنترلرون پیاده کنیم بتونیم درکش کنیم. و اما چه جوری این اتفاق میفته؟ من اگر اینجا یه شکل دیگه ای بکشم، مثلا یه سیگنالی به این شکل میکشم. خب این فکر کن یه سیگنال، اینو اگه من بخوام مثلا به سطح اه، حالا به یه عدد دیجیتالی تبدیلش کنم، مثلا یه عدد دیجیتال بین صفر تا 4 بیتی. خب 4 بیتی هم زیاده، بذار 2 بیتی بگم که 4 تا حالت داره. خب من میخوام بگم یه سیگنال دارم
این سیگنال اینجاست که نشونش دادم. حالا من رنگ رو عوض کنم، قرمز کنم. این سیگنال رو من میخوام تبدیلش کنم به یه مقدار دیجیتال. میخوام مثلا بهش بگم این نقطه الان چند ولته. من الان همینجوری این سیگنال رو نگاه کنم، مولتیمتر بگیرم، خب میتونم اگر مثلا این سیگنال آنالوگ یه لحظه تو این مقدار مثلا وایس تو زمان ثابت باشه، این مقدار رو بخوام بگیرم اندازش مثلا مشخصه. اگه مثلا ماکسیمومش 5 ولت باشه، مثلا اینجا نمیدونم 4.8 مثلا. خب ولی توی دیجیتال که من نمیتونم هر جایی که بین این دو نقطه دوتا مقدار الان باز بیشمار مقدار ولتاژ دیگه وجود داره. اینا رو چجوری اندازه بگیرم؟ دوباره بین یه دو نقطه کوچیک‌تر من بگیرم، بیشمار مقدار دیگه وجود داره. میکرو کنترلر برای اینکه بخواد بفهمه، میگه من مثلا میام دو بیت این چیزی که من میگم مثال ماست. من میام 2 بیت در نظر میگیرم برای اینکه یه مقدار آنالوگی که بین 0 تا 5 ولت رو به صورت دیجیتال نشونش بدم. ولی الان که شما نگاه میکنید میگید من توی این 2 بیت 4 تا مقدار بیشتر نمیتونم نشون بدم، یعنی مقدار 0 1 2 3. خب از این 4 مقدار پس نمیتونم بیشتر داشته باشم. میام پس در نظر میگیرم، میگم این مقدار این نقطه چینایی که من میکشم، بذارید اینجا رو هم پاک کنم اینا رو که یه مقدار ترتمیز بشه، یا کلش پاک کنم مثلا. خوب بود دیگه قلم میکشت. خب ما گفتیم پس چیزی که میخوایم 2 بیتی، بیت مثلا 0 1 بیت 0 0 0 0 1 1 0 1 1. خب این مقدار دیجیتالمونه. اینجا رو مقدار آنالوگ رو میخوایم بذاریم، یا اصلا ولیو میذارم مقدار دیگه ولیو. خب حالا چیزی که من میخوام بگم این ولتاژ، اینم حالا تایم، حالا مهم نیست. خب گفتم که یه سیگنالی که اینجوری دارم و مقدار بیشینش که 5 و مقدار کمینش هم که 0 رو میخوام به 4 قسمت تقسیم کنم. چون میکروکنترلر نمیفهمه که مثلا این نقطه دقیقا چیه، این چیه، اون چیه. میگه بیا اینو 4 مقدار کن بهم بده، من اون 4 مقدار رو میفهمم. 4 مقدار رو چجوری میفهمه؟ به این شکل میفهمه. این الان سطح چندمه؟ این سطح 0مه. این سطح 0 1، این 1 0، اینم 1 1. که خیلی بد کشیدم. حالا بذارید اینو پاک کنم. داستانی شده شکلش نه. خب این مثلا سیگنال است. خب حالا این سطح بالاش هم ما چون برای این بخوایم در نظر بگیریم، اینم 5 ولت هم داره. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میکرو کنترل برای اینکه بفهمه میگه من فقط روی این مقدارها رو میفهمم، ما بقیه‌شو دیگه کاری ندارم چی به چیه. حالا برای اینکه شما بخواید از این یه درکی داشته باشید، میگه من میام قبل از اون مقداری که شما به من میدید و مقدار کم 0 میگیرم. خب مثلا قبل از اینجا رو مقدار 0 میگیرم، هر چی کوچیک مثلا اینجا رو من بگیرم، حالا 5 رو تقسیم بر 4ش بکنیم 0. اینم باز داستانی داره. اینجا 5، اینجا مثلا میگیرم 2، اینجا مثلا میگیرم 3. حالا این شما اینجوری در نظر بگیرید، فکر کنید به قسمت مساوی تقسیم کردیم. 5 تقسیم بر 4 1 و 25. 1 و 25. اینجا 2 بازم بعد میشه تقسیم بر 3 باید میکرد. شما ببینید 1 و 66. مثلا اینجا 1 ممیز 66 باشه، بعد دوباره اینجا میشه 3 و 2. اینجا هم میشه 5. میگه کوچکتر از 1 و 6 رو
من میگیرم چند؟ 0. بعد بزرگتر از 1.6 و تا 3.2 رو میگیرم چند؟ 1.6. بعد میام 3.2 تا مقدار 5 هم میگیرم مثلا یه همچین فرمی، انقدر میگیرم. حالا اینجا سوال پیش میاد دیگه، خود مقدار 5 رو دیگه نداریم، درسته دیگه نداریم دیگه. اگه سیگنالمون بیشتر از 5 هم داشت، خب اینجا رو میگیره، اگه بیشتر از 5 بود میگرفت اینجا، در صورتی که نداره. پس چون همش زیر اینه، کلا اینجا به این شکل در میاد. خب حالا اینجا یه بحثی که پیش میاد اینه که ما اومدیم الان نقطه‌هایی که داشتیم و میکروکنترلر دیگه اینو میفهمه، میگه اگه مثلا من یه نقطه اینجا دادم بهت، برو تو در نظر بگیرید که مقدار این اینجا 0.1 اینه. خب پس دیگه مقدارای این بینم میکروکنترلر میفهمه. ولی یه مفهوم دیگه ای که پیش میاد اینه که رزولوشن اینا خیلی الان بده، رزولوشن خیلی کمی داره. چرا؟ چون من تو 3 تا دونه پله نتونستم 0 تا 5 ولت رو تو 3 تا پله اومدم خلاصه کردم. یعنی مقدار 3.2 تا 5 من اگه 4 ولت داشته باشه، مقدار 3.2 در نظر میگیره. پس این واسه من خوب نیست. حالا هرچی این تعداد بیتا رو بیای بیشتر بکنی، خب تعداد پله هات بیشتر میشه. مثلا اگه بیای مثلا به جای 2 بیت 3 بیت بگیری، خب به جای این 4 تا پلکانی که اینجا داریم 8 تا پلکان داریم دیگه. مثلا میتونی اینا رو به این شکل درست کنی. خب اینجوری میشه، یه مقدار رزولوشنت بهتر میشه. حالا فکر کن شما بیا چیکار بکنی، بیای این قسمت رو حالا من پاک کنم. شما فکر کن که بیای رزولوشنتو انقدر ببری بالا که هر پله‌ای که شما داری، این خط پایین چرا پاک شد؟ خب انقدر رزولوشن رو ببری بالا که به این شکل بشه، پله‌هات انقدر ریز بشن، خب قشنگ یه سیگنال شما داشته باشی. خب این کاری که بکنی رزولوشنت میاد بالاتر. پس رزولوشن ما میشه تعداد بیت هایی که در اختیارمون داده میشه. این که مثلا میکروکنترلر ایویار الان چند بیتیه، اونو میکروکنترلر ایویار تو دیتا شیتش هم ما یه نگاهی کردیم 10 بیتی بود. خب پس به ازای هر مثلا مقدار ولتاژی که ما میخوایم بدیم، اون مقدار ولتاژ رو توی 10 بیت نشون میده. حالا اگه توی دیتا شیتش رو من بیارم، بذارید ببینم میتونم اون فرمول و رابطش رو پیدا کنم یا نه. اینا ببینید 10 بیت اینجا مشخصه نتیجه‌ای که شما میخواید بگیرید. ولتاژ ورودیتون، ولتاژ رفرنستون، یعنی میخواید مقدار ADC تون اگه میخوایم به دست بیارین به این شکلی یه ولتاژ ورودی دارین، بعد ضرب در 1024 میکنین تقسیم بر ولتاژ رفرنس میشه ADC. این خوب به ما نشون نمیده، بهتره که یه چیز دیگه بیارم بهتون. اول اون چیزی که من میخوام رو در بیاریم، بعد بریم سراغ اون فرموله. بزنم تو این سایت شاید راحت‌تر پیدا کنمش. اینجا خب بعد نگفته، خب میتونم از همین استفاده کنم. خب ببینید مثلا ما 5 ولت رو گفتیم 0 تا 5 ولت میکروکنترلر ما میتونه مثلا ولتاژ بگیره. خب ولی واحد ADCش میاد میگه من 5 ولت شما رو تقسیم بر تعداد بیتایی که میتونم داشته باشم میکنم. یعنی ما الان 10 بیت در نظر میگیریم، 10 بیت. خب حالا این 10 بیت رو اینجوری نباید بگیم دیگه، در واقع باید بگیم 2 به توان 10 که میشه 1024. خب این حساب کنیم میشه چقدر؟ اینجا حساب کرده، البته از 0 تا 1023 میشه دیگه. خب حالا مهم نیست، حالا میدونیم تو هم اینو از 0 که شروع کنیم 1023 میشه. بعد 4/88 4/88 میلی ولت. خب وقتی که مقدار ولتاژ رفرنسمون 5 ولت باشه، میگیم ما توی 5 ولت 10 تا بیت داریم. پس این پلکانایی که ما اینجا در نظر میگیریم، هر
پلهش به اندازه 4 × 88 میلی ولت اختلاف داره. یعنی اگر میخوای پله، گفتیم یه سیگنال اینجوری داریم دیگه، این سیگنال ماست، میخوایم تبدیلش کنیم به این دیجیتالیا. خب میگیم این سطح مثلا اگه صفر باشه، سطح بعدی چنده؟ 4 × 88 میلی ولته. سطح بعدی چنده؟ 4 × 88 ضرب در 2، یعنی دو تا پله اومده دیگه. بعدی به همین شکل هی 4 و 88 میره بالاتر تا برسه به 5 ولت. 1023 تا اینا رو بذار رو هم دیگه، چون از سطح صفر شروع میشه، به خاطر همین 1023 تا از سطح صفر شروع میشه. برای همین 1023 تا از این 4 و 88 رو بذاری رو هم دیگه، به اون 5 ولت تقریبا میرسی. این چیزی که ما میخوایم بهش برسیم. پس اگر میخواستیم مقدار ولتاژ رو تو هر نقطه‌ای نگاه کنیم، میبینیم که ببینیم رو کدوم پله میفته. این میفته الان رو این پله. وقتی میفته رو این پله، پس یعنی مقدار ولتاژمون 4 × 88. با یه خطایی که ما اینو دیگه پذیرفتیم. چرا؟ چون دیگه میکروکنترلرمون از این بیشتر کشش نداره. میگه من 10 بیتی ام، پله‌هام انقدیه. شما خودت دیگه در نظر بگیر. پس هر نقطه‌ای که سیگنالتون داده رو اگر بیای بندازی ببینی کدوم پله میشینه، میشه اون ولتاژی که تو میکروکنترلر میتونی ازش اندازه‌گیری کنی. خطاش هم مثلا حالا حساب کنید دیگه، کمتر از 4 و 88 مثلا میلی ولت خطا دارید شما تو هر نقطه‌ای که بخواید بگیرید. چون ممکنه اینجا باشه نقطتون، ممکنه اینجا باشه. پس این خطا رو ما میپذیریم. حالا یه سری میکروکنترلر، مثلا میکروکنترلر AR 12 بیتیه. خب شما اگه کلا نخواستید از میکروکنترلرها استفاده کنید، دیگه میرید از بازار آیسی های آنالوگ تهیه میکنید. یه سری آیسی های آنالوگ هست که مثلا مبدل A to D. اگه مثلا یه سرچ ساده بزنید ADC converter مثلا، آیسی هم حالا آیسی، خب مثلا توی یه سری سایت ها کلی چیز هست که متاسفانه همشون هم آره، یه سری از این آیسی ها. خب میتونید از این آیسی ها رو تهیه کنید. حالا رزولوشن نداره که ما نشون بدیم یه سایتی که بتونید بخرید، خیلی مهم نیست. ولی خب میتونید بخرید دیگه. بذارید خرید آیسی آنالوگ دیجیتال تو همین دیجی کالایی، آیسی کالایی. حالا اینا نمیگم سایت های خیلی تاپی ان واسه خرید قطعه، ولی که صرفا میخوام نشون بدم. مثلا ADS 1015، خب اینا مثلا مبدلای آنالوگ به دیجیتال هم. میتونید بیاید ببینید مشخصاتشو، رزولوشنشو اینجا زده 12 بیت. میبینید نرخ نمونه برداریشو 3300 بیت بر ثانیه. خب اینا رو میتونید مثلا نگاه کنید، مطالعه کنید، حالا اونی که نیاز دارید رو بخرید. حالا به هر حال جدا از این بگذریم، چون اینا دیگه چیزی نیست. ماژولش هم میتونید حتی تهیه کنید. ADS مثلا 1115 یه 4 کاناله است، یعنی 4 تا ورودی ADC میتونید بهش بدید، بعد خروجی بهتون میده. فقط راه ارتباطی اینا با میکروکنترلرتون میمونه که برخیاشون با SPI ان، برخیاشون با I2C ان. مثلا الان اینو میبینید، این بنفشه اینجاست. این بنفشه از پایه‌هاش مشخصه که ارتباطش I2C، SCL و SDA داره. بعد حالا تغذیه داره. این 16 بیتیه رزولوشنش. بعد دیگه بسته به کارتون میتونید برید اینا رو تهیه کنید. یا این آی سی ریزر رو میبینید، این داره این کارو میکنه. باقیش دیگه یه سری مقاومت خازن و که مثلا تغذیه رو بهش وصل میکنید کار بکنه به خوبی. میتونید پس از اینا استفاده کنید. جدا از میکروکنترلر اونا هم آی سی خوبه. حالا چیزی که ما الان میخوایم حساب کنیم، ازش حرف بزنیم، ADC خود میکروکنترلره که اگه 5 ولت در نظر بگیریم با 1023 هم که تعداد بیتامون، یعنی 2 به توان 10 میشه 1024، از صفر که شروع میشه حالا 1023، میتونیم مثلا رزولوشن ولتاژهای هر پله رو مثلا حساب کنیم. بعد چیزی که داریم اینجا اینا رو که بهتون میگم. حالا بخواید مثلا ولتاژ رفرنستون رو محاسبه کنید. این چیه بچه‌ها؟ بذارید همین الان بهتون بگم.
پس توی رزولوشن و اینکه چجوری حساب کنیم اون پله ها رو اینا رو اندازه بگیریم فعلا دیگه شکی نیست. خب اینجا حرف از یه ولتاژ رفرنسی زده، میایم اون ولتاژ رفرنس رو در نظر میگیریم. ببینید هر چی شما ولتاژ تعداد بیتتون رو داشته باشین، مثلا رزولوشنتون رو در آوردین، خب مثلا 1023 10 بیتی بوده، 1023 تا پله مثلا ما داریم، 1024 تا پله دیگه در واقع اگه صفر هم حساب کنیم. اگر ولتاژ رفرنستون که ما 5 ولت در نظر گرفتیم تقسیم بر 10 23 کنیم میشه 4.88 میلی ولت. هر پله ما یعنی با پله قبلیش 4.88 میلی ولت اختلاف داره. حالا میایم چیکار میکنیم؟ این ولتاژ رفرنسمون اگر پایین تر باشه بازم باعث میشه که رزولوشن ما بهتر بشه. اگر 2.56 رو در نظر بگیریم اختلاف هر پله چی میشه؟ کم میشه. پس میشه 2.5 میلی ولت، یعنی هر پله با پله قبلیش 2.5 میلی ولت اختلاف داره. پس یکی تعداد بیتاتون وقتی بیاد بالا رزولوشنتون زیاد میشه، یکی هم این که ولتاژی که میخواید مثلا داخل اون تو اون رنج ADC تون رو میخواید تو اون رنج اندازه‌گیری کنید تبدیل به دیجیتال کنید، اگر اون ولتاژ هم خیلی وسیع نباشه، رنجش کم باشه، مثلا از 0 تا 2.5 باشه به عنوان مثال، اینجا میبینید که چقدر این پله‌ها اختلافاشون کوچیک‌تر میشه. این دوتا راه حلی هستن که ما حالا باشون کار میکنیم. ولی این 2.56 و 5 ولت من چجوری تنظیم بکنم؟ ببینید شما کاری که میکنید اولین کاری که میکنید اینه که ببینید سیگنالتون بین چه رنجیه. مثلا میگید سیگنال من بین 0 تا 5 ولت. خب اگر سیگنالتون بین 0 تا 5 ولت پس باید رفرنسی که میخواید اونو پله هایی که میخواید در نظر بگیرید از 0 تا 5 ولت ساپورت کنه. خب پس رفرنستون رو شما 5 ولت در نظر میگیرید. ولی یه وقت هست نه، سیگنال شما از 0 تا مثلا 2.56 ولته مثل اینجا. اون موقع دیگه نمیاید بگید من رفرنس هم 5 ولته. برای اینکه پلهاتون رو کوچیک کنید و اون 10 بیتی که شما دارید و یه موقع هست میاید از 0 تا 5 ولت مثلا در نظر میگیرید، 10 بیت رو یه جوری پله بندی میکنید که اختلاف پلهاتون میشه 4.88 تا به اون 5 ولت برسید. ولی وقتی که سیگنال شما، سیگنال واقعی که شما میخواید اندازه‌گیری کنید تا 2.56 میاد تا 2.5 ولت میاد بالا، دیگه چه لزومی داره از 2.5 تا 5 ولت هم پله بهش اختصاص بدید؟ پس برای اینکه رزولوشنتون رو بالا حفظ کنید میاد میگید رفرنستون هم 2.56. حالا اینو الان بهتون میگم کجا انجام میدیم. اون ولتاژ رفرنستون هم اینجا مشخص میشه. شما یه سری رجیستر دارید با این عنوان، اگر اشتباه نکنم حالا اسمش رف S1 رف S0. خب بیت 6 و 7 یه رجیستر دارید به اسم AD Max و این رجیستری که حساب میکنید تو بیت 6 و 7 دو تا بیت هست. این دو تا بیت صفر بودن یا یک بودن یا 2 یا 3 بودنشون مشخص میکنه که شما میخواید ولتاژ رفرنستون رو چی در نظر بگیرید. ببینید داخل میکروکنترلر من حالا پروتئوس هم کاش باز میکردم از همون اول. پروتئوس. خب سوال داریم بفهم. ببخشید یه سوال داشتم. الان بله. شما میگین که هر چی ما ولتاژ مرجعمون حالا پایین‌تر بیاریم رزولوشنمون بالاتر میره. خب مثلا داخل پروژه ها پیش میاد میخوایم مثلا از یک نقطه نمونه برداری کنیم که حالا مثلا کارهای کنترلی اینا رو انجام بدیم و معمولا ولتاژی که حالا اونجا باید نمونه برداری کنیم مقدارش بزرگتره، مثلا 12 ولت یا مثلا 10 ولت مقدارش خیلی بیشتره. بعد این مقدارش حالا با تقسیم ولتاژ بیایم اینا کاهشش بدیم. حالا به نظر شما بعد اینو مثلا رو 5 مثلا ماکسیمم ولتاژش رو 5 ولت بیاریم که رزولوشن خوبی داشته باشه، یا اینکه روی 2.56 ولت میاریم که مثلا رزولوشن خوبی داشته باشه؟ ببین سوالم سوال خیلی خوبیه. الان مثلا شما اگه اون 12 ولت تو وقتی دارید تقسیم مقاومتی میزنید همونجا دارید یه مقدار خطا رو میارید تو مدارتون. خب یعنی 12 ولت رو تبدیلش میکنید به 5 ولت، یه مقدار از سیگنال شما کلا یه خطاهایی همینجا داره. حالا اگه شما بیایید در نظر بگیرید میخواید ADC میکروتون رو حساب کنید، برای اینکه دیگه اونجا سیگنالتون اسکیلش خیلی کوچیک نشه، اونجا خطای زیادی نگیرید، تا نهایت جایی که میتونید ADC رفرنس میکروتون رو بالا بگیرید، مثلا 0 تا همون
5 ولت رو در نظر بگیر، چون اون خود اون تقسیم مقاومتی که میزنید سیگنالتون رو داره بهش خطا میده. یعنی 5 ولت شما دیگه 5 ولت نیست، 12 ولته. خب مثلا یه مثال بیاید بزنیم اینجا الان، چون سوال خوبی هم هست. ببینید 12 ولت شده، این شده. خب 12 ولتتون شده 5 ولت. خب حالا اگه 4 ولت داشته باشین چه اتفاقی میفته؟ حساب کنیم. 48 تقسیم بر 5 میشه 9 و 6 ولت. 9 و 6 ولت. اینجا شما اختلاف 1 ولته. خب یعنی شما پله های اینجا فکر کنید که مثلا 1 ولت 1 ولت تو 5 ولت میتونید پله داشته باشید. اینجا 1 ولته، ولی اختلافی که اینجا دارید تقریبا 1 2 یه کوچولی نیم پله هم دارید. مثلا اینجا خود بد کشیدم من. یه نیم پله، بعدن اینجوری اینجا مثلا 9 و 6، بعد اینجا مثلا 10، اینجا 11، اینجا 12. ببین چند تا پله اینجا داریم. اینجا فقط 2 تا داریم، یه 4 یه 5. خود این تبدیله باعث میشه چند تا پله اینجا حذف بشه. خب شما این دیگه یعنی به اصطلاح بگیم این کمبود رزولوشن، این بدی رزولوشن اینجا دارید میبینید. این خطا رو خودتون دارید اعمال میکنید. یعنی بین اینها یه سری مثلا ولتاژ هایی که اینجا دارید از بین میره که بخواید اسکیلش کنید. خب ولی کاری که میکنیم ما، اگه 12 ولت داشتیم میایم با یه تقسیم مقاومتی به 5 ولت تبدیلش میکنیم. میکروکنترلرمون رو میگیم از همون 0 تا 5 ولت بخونه. این بهترین راهشه که بخواید انجام بدید، از 0 تا 5 ولت بگید. یه وقتایی هست که شما میخواید چون یه تغییر کوچیکی تو اینجا، خب تغییری که اینجا مثلا داشته باشیم، یه تغییر بزرگ، سیگنالتون حالا اینجا 12 به 5، یه تغییر بزرگ توی ورودی باعث یه تغییر کوچیک توی ورودی میشه. شما اگه اینو بیارید کمش بکنید، خب مثلا بکنیدش 3 ولت، اینو بکنیدش 3 ولت، اون موقع تغییرات بزرگتری در خروجیتون باعث تغییرات خیلی خیلی کوچیک‌تر میشه در مثلا این خروجی اون تقسیم مقاومتیتون. پس بهتره که برای اینکه تغییرات ورودیتون اون نوساناتش به خوبی دیده بشه داخل سیگنال آنالوگتون، شما تا حد ممکن بیاید اینو در نظر بگیرید که مثلا بالاترین حدی که میتونید باشه، یعنی بالاترین ولتاژ رفرنسی که میتونید داشته باشید واسه اون بگیرید. حالا نمیدونم اگه بد گفتم بگید یه جور دیگه بگم، چون من خودم حس کردم که یه مقدار پیچوندمش. نه متوجه شدم. یه سوال دیگه هم که حالا واسه من پیش میاد اینه که اگه مثلا ولتاژی که ما داریم به ADC میدیم از خود 5 ولت بالاتر بره، آیا ADC میسوزه؟ آره، این صدمه میزنه به پایه میکروکنترلرتون. ببین تغذیهش تا 5 ولت، خب ولی یه موقع هست شما ولتاژ بالاتر که بدین ممکنه اون پایه و اون قسمت از مدار مثلا میکروکنترلرتون چیز داخلیشو، مدار داخلیشو آسیب بزنه، بسوزونه کلا. پس شما بالاتر از اون سیگنال ندید. یعنی تو همون رنج خودش، محدود خودش 0 تا 5 ولت اگه تعریف کردین همون بدید. اگر مثلا اگه مثلا 0 تا 2.5 ولت گذاشتین، رفرنستون 2.5 ولت، حالا 5 ولت بدین، چون پایه های میکروکنترلر داره میگیره، ممکنه مثلا خطای، یعنی اتفاق بدی نیفته واسه میکروتون. خب ولی خب بیشتر بدین دیگه انگار همون 2.5 ولت میگیره دیگه. یعنی طبق اون چیزی که تعداد بیت هایی که در نظر گرفته 4 ولت هم بدید فکر میکنه مثلا 2.5 ولت. ولی بیشتر از اون رنج تحمل میکروکنترلرتون دیگه ندید و سعی کنید بیشتر از اون رفرنستون هم ولتاژ ندید. الان منظور من این بود که مثلا گفتیم اینجا ماکسیمم ولتاژش 12 ولته. حالا مثلا یه اتفاقی، مثلا یه نویزی به وجود اومد، این مثلا ولتاژش تا مثلا 15 ولت رفت بالا. الان ما واسه اینکه مثلا اینجا مثلا میکرومون آسیب نبینه، باید مثلا اسکیل رو باز از اون 5 ولت پایین‌تر بیاریم، یا اینکه نه به جاش مثلا بیایم از دیود زنه یا چیزای دیگه استفاده کنیم که مثلا مطمئن بشیم ولتاژ اینجا از 5 ولت افزایش پیدا نمی‌کنه. خب اگر یه همچین اتفاق میگی تو ورودیتون میفته، خب اگر میخواید اون پیکم اندازه گیری بشه، یعنی 12 ولته ولی یه وقتایی میشه 15 ولت، اگه میخواید اینجا هم مثلا اندازه گیری بشه توی مثلا نمونه برداریتون، پس بیاید این 5 ولت رو
بر مبنای این پیکه در نظر بگیرید. پس این 15 ولت رو بگید تبدیل میکنم به 5، یعنی بگید سیگنال ما از 0 تا 15 در واقع. اگر مطمئنید که این پیکت دارید و میخواید پیکر هم اندازه بگیرید. ولی اگر میگید نه این نویزه و من نمیخوامش، اصلا دوست ندارم یه همچین چیزی باشه، میخوام همون تا 12 بگیرم، اون موقع بعد یه مدار محافظت کننده ای بذارید، حالا مثلا دیود زنر یا هر چیزای دیگه ای که مثلا میتونید سر راهش ببندین که از این تیکه جلوگیری کنه، این پیکو نذاره شما مثلا ببینید. مثلا یه سری حالا مدارهای یه سری فیلترها هستن که کلا از یه سری اسپایک ها جلوگیری میکنن، میتونید اونا رو مثلا بذارید سر راش که کلا از بالاتر از 12 ولت شد و صاف کنه، یعنی پیک نذاره بزنه، بیشتر از 12 ولت عبور نده، بشکونه کلا. میتونید از این مدارا استفاده کنید. پس دو تا حالت میشه، یا ممنونم. اینکه میخواید اندازش بگیرید که اونو در نظرش میگیرید، میگید سیگنال من ذاتاً 0 تا 15 دیگه نمیگید 0 تا 12، اینجوری درستش میکنید. یا اینکه میگید نه من اصلا نمیدونم چقدر میشه پیکش، فقط میخوام بیشتر از 12 دیگه نشه، اون موقع باید مدار محافظ واسش بذارید که بیشتر از 12 رو عبور نده، یعنی خود 12 رو فقط بهتون بده. اگه بیشتر هم شد باز بشکونه روی 12 فیکسش کنه. اینم از خب. دست شما در نکنه. خواهش میکنم. آره یکی از راهاش دیود زنر و اینا هست که البته دیود زنر تنها هم که یه سری المان هم کنارش باید بذاریم دیگه، که تو ناحیه شکستش میره دیود زنره، باعث میشه که اون ولتاژ رو تثبیت کنه رو اون چیزی که میخواین نگه داره. خب این میگه تماس شما 11 دقیقه دیگه تموم میشه. چرا؟ حالا اگه تموم شد بدونید این خود گوگل میت داره میندازه بیرون، دوباره من میام داخل. من نمیدونم چرا اینو داره میزنه، محدود کرده. خب حالا بریم سراغ این پروتئوس که میخواستیم بزنیم، اون ولتاژ رفرنسی که میخوایم بگیم 5 باشه یا 2 خورده باشه، اینا کلا از کجا بیاریمش؟ که هنگ. خب ببینید دو تا پایه اینجا داریم، یه ARF داریم یه AVCC داریم. ببینیم توی دیتا شیت مثلا چی میگه در موردش. خب اینجا مثلا میگه اگر این پایه‌ها جفتشون صفر باشه، وی رفرنسش شما میشه همین ARF پینتون. یعنی شما هر ولتاژی به این ARF پین بدید، مثلا اینجا رو وصل کنید به 5 ولت، میشه ولتاژ رفرنس شما میشه 5 ولت. یعنی در واقع ولتاژ رفرنس شما از این پایه گرفته میشه. پس شما یه ولتاژ اینجا نیاز دارید که بهش بدید، ما 5 ولت وصل کنیم رفرنس اون میشه 5 ولت، 2 ولت وصل کنیم میشه 2 ولت، 3 ولت وصل کنیم میشه 3 ولت. تو حالت بعدش میگه این دو تا بیت رو 0 1 بدونه، AVCC پین باشه یعنی 5 ولت. ببینید ما گفتیم برای آنالوگ میایم AVCC هم وصل میکنیم، این تغذیه‌ای که قسمت آنالوگ مثلا اختصاصی داره. خب برای اینکه تغذیه با ثبات تری داشته باشه این پایه رو واسش در نظر گرفتن. این پایه رو هم وصل می‌کنیم به 5 ولت در حالت کلی. خب اگر حالا این بیتا رو شما 0 1 در نظر بگیرید، اون موقع این 5 ولتی که به اینجا دادید میشه همون رفرنس شما، پس دیگه نمیتونید تغییرش بدید. این 1 0 و 1 1 هم که نداریم دیگه، رزرو شده. البته چرا 1 1 رو که داریم، 1 1 هم که اینترنال 2. خب این هم میتونید از اینترنال 2 بگیرید که ولتاژشون چقدر باشه. ولی چیزی که ما به دست میاریم استفاده میکنیم معمولا اگه بخوایم 5 ولت بدیم، میگیم برو از همین AVCC تغذیه رو بگیر رفرنس تو. اگرم میخوای نه از یه پایه‌ای مثلا بگیری، بیا برو از ARF پین بگیر. بعد که فکر کنم مدارش هم اینجا بذاره واسهتون، اگه نذاشته باشه میتونیم اونم ببینیم. ببینم ARF AVRF AVCC اینجا مثلا گفته. خب بعد البته گرفته
ببینم من میتونم عکس بهتری بیارم واسهتون. اونم درست گفته ولی تغذیه رو اومده پیچونده. چرا اینا همش اینجوریه خدا، نمیفهمم واقعا. بذار از خود دیتا شیتش ببینیم چیزی داره. خب اینجا ARF داریم، BSC داریم. مدارش رو میتونیم پیدا کنیم یا نه؟ این چیزا رو هم الان من به چشم خورد. بذار اینم بگم بهتون. ببینید داخل این میگم دیتا شیت رو نگاه کنید، باز چند تا چیز بهترم میاد. اینجا مثلا این دو اینترنال رو فکر کنم اینجا هم دیدم. اینجا این رزرو بود، این اینترنال بود. خب این اینترنالی که میگه میاد از یه خود میکروکنترلر یه ولتاژ داخلی گذاشته 2.56 ولت. خب میتونید بیاید اونو واسه رفرنستون در نظر بگیرید. خب پس این میشه ولتاژ همون داخلیه، میشه همون 2.56 ولت که خود میکرو میتونه اونو در نظر بگیره. ایناش از این اگر تو معماریش هم نگاه کنید میگه اینجا از AVCC بیاد یا از این مالتیپلکسه اینجا با اون بیته میاد، با اون رجیستری که گفتیم بیتش میاد نشون میده که این روشن باشه آیا که از این بیاد یا نه از A رفرنس بیاد بخواد به این تغذیه بده. اینا رو حالا میتونید خودتون دیگه بیشترش رو ببینید. ولی چیزی که من میخواستم نشون بدم یه چیز دیگه هم بود که مداری که واسه اینجا، بذار ببینم اینجا گفته. آره ببین داخل اینجا خب یه سری توضیحات هم داده. وقتی که ولتاژ ها رو استفاده میکنید گفته مثلا چه خازنایی مثلا بذارین. بذار دوباره باز یه دونه شکل بود خیلی شکل خوبی بود، میخوام اونو بهتون نشون بدم. چون ببین بچه وقتی میخواید تغذیه رفرنس تغذیه آنالوگو بدید نیاز به یه سری خازن و یه سری مثلا المان هایی هست که بتونه نویز و اینجور چیزا رو کم کنه و کاهش بده و مدار خوبی درست کنید بذارید. خب من الان دنبال اونم که ببینم اون مداره رو چجوری خودش کشیده یا نه. عجیبه که پیداش نمیکنم. هستا چون دیدمش. اصلا توضیح داده قشنگ. لیبل 121 اینجاست. خب ببینیم که چی میگه اینجا. خب اینا رو که میدونیم تقریبا. عجیبه که اون. بذار ببینم اینور میتونم من یه فیلتر شکم بزنم.
یکم تا این من بیارم. عکسی دیدم که نشون داره میده کجای. اگه بتونم پیداش کنم خیلی خوب. اگه شما هم دیتاشتر دارید میخواد یه نگاه بکنید، اگه زودتر پیداش کردید یه قسمتی هست که مدار همین واسه آنالوگ و این پایه‌هاشو که بخوایم وصل کنیم و به اون میگه. یعنی که پیداش نکردم. بکنم شاید همین داشته بود تو زودی. به یه همچین جمله ای خب واسه اینم نوشته بود که مثلا اینجا الان گفته اگه از 256 داخلی میخواید استفاده بکنید، نمیدونم چرا یهویی این گوگل میتون زمان ما رو محدود کرد، خودش بست چیزو. خب بذارید من صفحه رو دوباره شیر کنم. خب صدا و صفحه رو دارین دیگه؟ اگه دارین که خب خوبه. بذارید من دسترسی هم باز کنم اگه کسی دیگه خواست بیاد که راحت بیاد دیگه، من تکلیف ندارم. خب یه همچین توضیحی داره، حالا باز ریستر بشیم. من الان به صورت کلی اینجا اینو پیدا کردم. ببین مثلا گفته وقتی که این همش داره یه درخواست اد میاد، بذارید من اینو ببینم میتونم کاری کنم.
اینو من اوپن کردم که دیگه هر کی خواست اد بشه. خب ببین مثلا گفته اگر بخواین از پایه همون اینترناله 256 ولت بگیرین یا AVCC، خب بهتره که بیاین یه دونه خازنی رو وصل کنید به پایه ARF-تون. خب حالا یه مداری هم داشت، اون مدار حالا من دقیق پیدا نمی‌کنم برای اینکه وقت گرفته نشه. خب توی دیتا شیتش ولی هست، مطمئنم که بود، ولی حالا برای اینکه دیگه وقت گرفته نشه اون قسمت رو میذارم به عهده خودتون پیدا کنید. ولی حتما چکش بکنید بچه‌ها. خب نمیدونم چرا حالا پیدا نشد، نتونستم پیداش کنم، ولی اینجا مداری که خودش گفته رو بذارید بیاریم. اینجوری وصل کرده، گفته AVCC مونو که زده به VCC. خب بعد VRF مونم با یه مقاومتی زده به این ور پایه مقاومته. البته این کاری که انجام داده در واقع اومده ARF مونو ببخشید زده به زمین. اینه، کاش اینجا یه خطی میکشید، بذارید من اینو بکشم خودم که شما ببینید. ببینید اینهاش، این AVCC رو اومده زده به، خب این AVCC رو اومده زده به VCC. خب VND مونم که اینجاست، بذار رنگش آبی کنم، اینم GND اومده خورده به اینجا. VRF مونم اومده زده به همین GND. در واقع اومده چیکار کرده؟ بعد با یه خازنم وصلش کرده به AGND. اینا همه رو به زمین وصل کرده. بین مثبت و منفی هم اومده خازن 100 نانو گذاشته. اون مداری که حالا میگم اینو نشون داده داخلش، یه ذره ترتمیزتره. این دیگه اومده از همین تغذیه‌ای که داده به LCD و این دوستا رو همه رو با هم توی مدار گذاشته. این در واقع چیزی که من دارم میبینم، اومده پایه ولتاژی که در نظر گرفته رو واسه وی رفرنسش از AVCC گرفته، زده به VCC. ARF و اینا رو زده به زمین. خب با یه خازنم اینا رو مثلا وصل کرده به این آنالوگه، بین AGND و AVCC هم یه خازن 100 نانو گذاشته. این حالا بهتر بود توی دیتا شیت میدیدید که فقط مدار همین قسمت رو ببینید، ولی حالا اگه من پیدا کردم عکسشو واسهتون توی گروه میفرستم. ولی برای اینکه مثلا وقت دیگه گرفته نشه بیشتر از این، همین رو در نظر بگیرید که به AVCC اومده رفرنس رو از اون گرفته، AGND و VRF رو زده به زمین. خب چون خود دیتا شیت اینو گفته که مثلا VRF رو باید بزنید به زمین، اگر نخواهید ازش استفاده کنید AGND تونم به همین شکل اینو که باید بزنید به زمین. بعد بین پایه تغذیه اینا خازن‌های 100 نانو فاراد رو باید بزنید. این میشه پس از نوع وصل کردن ما. اگر میخواست که مثلا بگه از VRF میخوام مثلا تغذیه رو بگیرم، شما میتونستید بیاید مثلا اینجا یه 3 ولت بدید به این. خب بعد دوباره AGND شو میزدید به زمین. AVCC که به 5 ولت وصل هست کلا. خب AVCC رو که باید حتما بزنید به 5 ولت، ولی VRF تون رو به جای اینکه دیگه بزنید به زمین میزدید به اون ولتاژی که میخواید. بعد بین تغذیه مثبت منفی هم دوباره باز خازن باید میذاشتید. اینو در نظر بگیرید. الان این چیزی هم که اینجا خودش گفته بود به همین شکله. تو دیتا شیت هم مثلا واسه این که حالا باز من گمش کردم فکر کنم، حالا مهم نیست، این دو خطی که اومدم بهتون نشون دادم، گفتم اگر از اینترنال یا AVCC گرفتین بهتره که بیاید برای مثلا نویز و اینجور چیزا، کاهش نویز و اینا، ARF تون رو بزنید با خازن بزنید استفاده کنید، یعنی بین تغذیه‌تون خازن 100 نانو باشه. اینا مثلا میتونید بهش نگاه کنید داخل بیتش. خب بذارید من خیلی روی اینا وقت گذاشتم و بیشتر چیزایش هم اصلا فکر می‌کنم نیاز نبود بگم. بیام داخل همین میکروکنترلره، همینجا بهتون بگم ما این دوتا پایه رو میخوایم. خب من میخوام بگم از VCC میخوام بگیرم، پس میام پایه VCC مو وصلش میکنم به پاورم که حالا همون 5 ولت باشه. بعد اینم وصل میکنم به GND. بعد یک کپی هم اینجا بود
فازه. اینجوری اینم 100 نانو. خب به این شکل. یا اصلا میتونید کلا این قسمت رو با یه خازن فقط بزنید به زمین بچه ها. این کار هم میتونید بکنید. بذارید همین کارو کنید. این فکر کنم بهتر باشه. حالا اگه مشکلی بود میتونید بعدا حلش هم بکنید که نویزی روی این پایمون نداشته باشه. خب بعد پایه های ADC مون هم اینجاست. بعد من حالا اینو بعدا با یه ولتاژی وصل میکنم. میام پورت بیمو میدم به LCD من بذارم. چون من خودم حس میکنم یه مقدار اینجا خیلی پیچ خورد. بچه اگه سوال داریم بگین، من یه جور دیگه بهتون بگم اون مفهومایی که اگه مثلا اون بخشایی که نامفهوم گفتم یا فکر میکنید سرسری ازش رد شدم، اگه سوال دارید تا من اینا رو سیم کشیشو میکنم بپرسید که بهتون بگم، یه وقت نامفهوم نباشه. خب البته اشتباه زدن که شما هر جوری بخواید میتونید بس کنید. من چون اون کد ویژن رو میدونم چه جوری داره سیگنال رو به اون میده، دارم طبق اون وصل میکنم که دیگه راحت باشه. خب این از این سخت افزار من تقریبا آماده است. یه چیزی فقط میخوام برای اینکه سیگنال مصنوعی درست کنم باهاش. میام اینجا میگم که یه پتانسیومتر اینجا میذارم. خب یه ورشو میدم به زمین. این ورش کنم بهتر. خب این ورش هم بدم به یه پاور. این کار رو برای این کردم که بیام مقدار اینجا ولتاژی که میدم به این ADC صفرم رو بتونم در نظر بگیرم. ببینید الان به این شکل من اگه بیام اینو 100% کنم، مقدار پتانسیومتر میشه این ولتاژی که اینجا از 5 ولت میفته اینجا. اگر بیام به سمت 0% کنم این پتانسیومتر رو، تقسیم مقاومتیه در واقع دیگه. من به جای اینکه بیام یه مقاومت‌های ثابت بزنم و هی عددهای اونا رو تغییر بدم، یه پتانسیومتر گذاشتم که با این تقسیم مقاومتی ولتاژ این پایه ADC صفرم رو هی بیام تغییرش بدم. خب حالا اگه رو هم 50% هم باشه که هیچی دیگه، خب بهتر، یعنی 2.5 ولت میاد اینجا. حالا من میخوام مقدار ولتاژ اینجا رو بگیرم بخونم و روی LCD نشون بدم، یه ولت متر مثلا درست کنم. کاری که الان اینجا انجام میشه به این شکله که من بیام داخل کد ویژنم، ببندم اینو کلا یه پروژه جدید باز کنم. میام اینجا ATmega 32 رو که انتخاب کرده بودم برای اینکه احتمالاً عدد اعشاری هم دارم برای ولتاژ نشون دادم. این کار انجام میدم. LCD رو هم اینجا فعال میکنم. این LCD نیست که LCD این فعالش میکنم. به پورت B وصل کردم دیگه. خب اگه دقت کنید من گفتم 0 1 2 پایه‌های کنترلی
بعد دیگه 3 نبود 4 بود. منم اینجوری اومدم بس کردم. خب این پورت بی یه چک بکنیم اینجا. خب آره 0 1 2 پایه کنترل رو دادم، بعدش هم اومدم. خب الان چیزی که هستش، من میام تو کد ویزار. خب کد ویزارد میخوام یه سری رجیسترهای ADC و اینا رو فعال کنم. شما میتونید خودتون برید رجیسترها رو مثل این کاری که این کرده از تو دیتا شیت بخونید، بعد یه دونه مثلا ADC اینیت تابع واسه خودتون درست کنید. مثل اینجا اینا ADC اینیت اومده مثلا یه سری رجیسترها رو بهش مقدار داده که گفته ADC من اول با فرکانس 128 و اینجوری فعال بشه، بعد ولتاژ رفرنس هم VACC و اینا رو چنل ها رو همه رو تنظیم کرده. بعد دیگه اومده یه کد دیگه نوشته ADC، مثلا خوندن اون پایه ADC، بعد اومده ازش استفاده کرده. همین کارهایی که اینجا کرده رو داخل خود کد ویژن هم داره. ما برای اینکه کد ویژن رو دسترسی داریم و تو کد ویزارد رو دسترسی داریم و تو کد ویژن هم کد میزنیم، میایم اینجا توی قسمت آنالوگ تو دیجیتال کانورتر ADC رو اینیبل میکنیم. بعد اینجا میگه میخوای 8 بیتی استفاده کنی یا نه 10 بیتی. به صورت دیفالت گفتیم که 10 بیتیه، ما هم همون 10 بیتی میخوایم استفاده کنیم. خب ولی اگر احیانا شما خواستید نه یه بایت واسش در نظر بگیرید، اینو میکنیدش 8. این خودش 2 تا بیت کم ارزش رو در نظر نمیگیره. تو 10 بیت 2 تا بیت کم ارزش رو که در نظر نگیره میشه همون 8 بیت. بعد اینجا مثلا میتونید بگید وقفه میخواید یا نه، که ما وقفه نمیخوایم ازش. بعد اینجا نوع ولتاژ رفرنسمونه که میگه ولتاژ رفرنستون میخواید چی باشه. تو دیتا شیت هم نشون دادیم، گفتیم اون دو تا بیت هست واسه تنظیمات، این که ARF بخواد بگیره AVCC یا هر چیزی، ما اینو میذاریم رو AVCC. پلاکی که اینجا گذاشته نرخ نمونه برداریه. خب که چجوری با چه نرخی بیاد تبدیل کنه اون ADC و سیگنال آنالوگتون رو به دیجیتال. بعد اینجا هم میتونیم بگیم که مشخصش کنیم. اینجا هم یه سری تنظیمات داره واسهتون. خب که میتونید ADC تون تو چه زمان فعال بشه که بخواد مثلا واسهتون تبدیل آنالوگ به دیجیتال انجام بده. یه وقت از شما میگید اگر تایمر 0 هم مثلا اوورفلو کرد، مثلا وقفه اوورفلوش اومد، بیاد مثلا توی اون حالت ADC منو تبدیل کنه، یعنی سیگنال آنالوگم به دیجیتال تبدیل کنه، مقدارشو بگیرم. یه وقت هست مثلا با تایمر 1 مثلا میخواید، با تایمر 0 میخواید، با وقفه خارجی 0 میخواید در نظرش بگید. یه چند تا مود داره. ما فری رانینگ رو میخوایم به محض اینکه از اون تابع مثلا ADCش استفاده کردیم، بیاد واسه ما تبدیل رو انجام بده، اون سیگنال رو تبدیل کنه به یه مقدار دیجیتال. پس این زمان تریگری که واسمون گذاشته، اتو تریگر سورسی که گذاشته برای همین که چه زمان اگه ADC هم استاپ باشه که اصلا تبدیلی کانورژنی انجام نمیشه. ما فری رانینگ میذاریم که هر موقع استفاده کردیم از اون تابعش بتونه تبدیل واسه ما انجام بده. حالا یه کار دیگه هم من باید بکنم. LCD رو که اومد فعال کردم برای اینکه کدش بیاد اینجا، اینم فعال میکنم. اینا رو میکنم بی. بعد اینو باید بکنم 16. بکنم اونجا این تغییر رو ندادم، حالا اونم درست میتونم. 16 منظور تعداد ستوناییه که تو هر ردیف میتونه داشته باشه، تعداد کاراکترهای هر ردیف. خب این دیگه اوکیه. پروگرام جنریتور رو بزنم. این از خب ببینید یه قسمتی که اینجا میاد واسه من، یه رید ADC یه تابع خودش نوشته و اینکه ولتاژ رفرنس هم از کجا باشه. اگه یادتون باشه این رجیسترها واسه ما آشناست که اونجا دیدیم. خب اینا رو من میتونم کپی کنم، از اینجا بگیرم، بیارم بذارم اینجا. خب چون من اینا رو نیاز دارم، یه تاب دیله، یه LCD. بعد فقط یه چیزی رو من چک کنم اینجا تو پراجکت بگم کانفیگور. اینجا که من LCD رو درست کردم، لایبرری
خب نه این اوکی، اینجا نیازی نبود که کاراکتر رو تنظیم کنم. خب پس اینو من زدم اونجا. بعد دیگه تو مینمون چیز خاصی نیست. خب اگر پایه‌ای پینی اینجا مثلا خروجی ورودی کرده باشه، شما باید اینجا دقت کنید که حتما ادش کنید. ولی ما میدونیم که ورودی همیشه واسه ADC، پس این بیت ها هم هیچ کدومو یک نمیکنه. فقط چیزی که الان من نیاز دارم بخش ADC مه اینجاست که بیام رجیستراشو کپی کنم بذارمش اینجا. این چه نمی‌ری کنم. خب این واسه ADC مه رجیستراش که اگه دقت کنید حالا فرکانسی که گذاشتیم نرخ نمونه برداری رو اینجا فرکانس رو روی 1 کیلو گذاشتیم، بعد 1000 کیلو ببخش، بعد ولتاژ رفرنسمون رو گفتیم از ABC بخون، اتو تریگرش هم گذاشتیم فری رانینگ باشه. این رجیستر اینجا تنظیم شده. این چیزی که اینجا اومده استفاده کرده همین دیفاینیه که این بالا گذاشته. خب ما اگه بیایم مثلا نوع این 0 و 1 رو عوض کنیم میتونیم بگیم از ARF بخونه یا مثلا داخلی بخونه. خب ما هم AVCC رو میذاریم ببینیم. تابعی که اینجا گذاشته چیه؟ یه تابع ADC داره. خب که میگه شما شماره ورودیتون رو به من بدید، ADC اینپوت رو به من بدین. خب ADC اینپوت میشه ADC 0 تا ADC 7 که ما اینجا ADC 0 داریم. اگه از این تابع بخوایم استفاده کنیم رید ADC رو مینویسیم، تو ورودیش 0 میذاریم. این میگه من میام کاری که میکنم ADC رو حالا طبق اون چیزی که دارم، رجیستری که دارم اینجا تعریف کرده، یه رجیستر ADC ماکس هست بعد مقدار دهی بشه. صفری که اینجا میدید اور میشه با مقدار این ریخته میشه تو AD ماکس. خب این AD ماکس هم که اگه بخوام دوباره مثلا نشونش بدم اینجا AD ماکس اینهاش. خب نشون دهنده چیه؟ اگر صفر باشه، بذارید اینجا چیزشو بیارم واسهتون. میخوام نیام تو این قسمت ولی خب نمیشه. ببین ماکس 0 تا 4 تون رو نها کنید. از حالا یه مقدارش که خب میمونه چون 4 بیتی در نظرش گرفته، 5 بیتیه دیگه 0 تا فلان. از ADC 0 تون تا 7 تون مقدارش به این شکل. اگر 0 بدید یعنی ADC 0، اگر 1 بدید یعنی 1، 2 تا 7 که گفته. خب پس یعنی شما این مقداری که اینجا چند تا بیتی که اینجا ماکس رو میبینید همینا اینجاست، از ماکس 4 تا اینجا. پس اون مقداری که گفتم بهتون میاد اینجا، این ADC رو اگه 0 بدین میاد با این اور میکنه، در واقع این 0 یعنی اینجا اینو دادین، این 5 بیت 0 دادین، اورش میکنه با این. خب اینا رو هم که مشخصه، اور که میکنه میریزه داخل این. چرا اور میکنه؟ چون میخواد این رجیستر هم مربوط به انتخاب کردن پایه‌ای که میخواد ازش ADC بخونه، هم مربوط میشه به این که تنظیم کنه ولتاژ رفرنسمون رو از کجا بگیریم و این داستانا. بعد یه تأخیری میذاره، بعد از اون تأخیر میاد ADC مون رو استارت میکنه که کانورژن انجام بشه. بعد دوباره یه مقدار صبر میکنه اینجا، یه مقدار که تا زمانی که کانورژنمون انجام نشده باشه، کامل نشده باشه، تو این وایله گیر میکنه. این وایله چی بهمون نشون میده؟ یه رجیستری دیگه ای داریم که بیت ADIFش خب مربوط به اینه که اگر کانورژر فعال بشه این بیتو یکش میکنه. خب بیتو که یکش میکنه میاد در نظر میگیره ببینه این اندش برابر هست یا نه، میاد میگه این مساوی 0 هست یا نه. بذارید من خیلی بد دارم اینو میگم، اینجا بنویسمش. خب شماره بیتش هم بذارید نگاه کنم چون این مهمه دیگه. ADIF اینه. خب شماره بیت 0 1 2 3 4 اینجاست. این بیته میاد نگاه میکنه، اگر این بیته شده باشه 1، خب یعنی کامل شده. اگر 1 نشده باشه یعنی کامل نشده.
حالا اینو چجوری میفهمه؟ اومده گفته این چیزی که اینجا نوشته برای اینه که این بیتو بخونه فقط بچه. خب حالا اگه نوعش رو میخواید برید ببینید که چجوری اومده اینو اند کرده با این یک و این و انقدر فرستاده و اینا، اینو میتونید دوست برید مثلا یه ذره بخونید که چرا این کار کرده. ولی خلاصش این میشه که این بیتو اومده گرفته، گفتن تا زمانی که مساوی صفره همینجا بمون، تا زمانی که مساوی صفره همینجا بمون. اگر یک شد یعنی کامل شده دیگه، از این وایله بیا رد شو، دیگه این شرط برقرار نمیشه، از این وایل عبور میکنه. حالا از این وایل که عبور کرد دوباره باید بیاد برای اینکه این یکی که توش نوشته شده رو صفرش بکنه، میاد دوباره دستی خودش داخل اون بیته یک مینویسه، یه یک که مینویسه اون یک کلیر میشه یعنی صفر میشه دوباره. بعد دوباره میاد مقدار ADC رو میخونه. مقدار ADC ما چیزی که عدد دیجیتالی که تبدیل میشه داخل یه رجیستری به اسم ADCW ذخیره میشه. اون مقدار رو میاد میخونه میریزه داخل این که اینو ریترن میکنه. شما میتونید از خروجی این تابع بگید. پس چی شد؟ اومد تنظیم کرد که کدوم پایه رو میخوای بخونی، بعد رجیسترهای حالا مربوط به این که پایه رفرنس و اینا باشه رو با اون اور کرد داد به این، بعد یه تأخیری گذاشت، بعد دوباره اومد اینجا گفتش که استارت کن تبدیلو، بیا استارت کن تبدیل یعنی چی؟ یعنی وقتی استارت میکنه میاد اون پایه‌ای که بهش گفتی نگاه میکنه ولتاژشو تبدیل میکنه به یه عدد دیجیتال. بعد که این خب پروسه یه ذره طول میکشه، برای اینکه این طول کشیدنشو بفهمه و بفهمه که کی کامل شده عدد دیجیتال ما آماده است، این وایل گذاشته. اون بیت ADIF اگر یک بشه یعنی کامل شده و از این وایل میاد کنار. اگر یک نشده باشه الکی نمیاد بره ADC رو برگردونه، چون اگه این وایل رو نذاری یهو میبینید سریع انقدر برنامه اجرا میشه، میاد یه ADC بهتون میده مقدار عجیب غریب. پس میاد اینجا صبر میکنه تا اون بیت پرچمش یک بشه، بعد برای اینکه اون پرچم یک رو دوباره بگه من پرچمتو گرفتم اوکی، یه یک مینویسه داخل خود همون بیت، صفرش میکنه ریستش میکنه دوباره، بعد اون مقداره رو هم برمیگردونه. این میشه این تابعی که اینجا نوشته شده. حالا اگه ما بخوایم بخونیمش اینجا یه دونه دستور دیگه هم داریم ما LCD کاراکتریمون اینجا، اینو من بیارمش. خب این 16 هم گفتم دیگه تعداد کاراکترهای هر رنگی به این شکل تعریف کردیم. حالا من چیزی که میخوام انجام بدم یه بار اینو کامپایل کنم ببینم ارور نداره برنامه، نداره. خب بعد میام میگم که ADC رو بخون، این تابعی که اینجا داشتم رید ADC از پایه صفر بخون و بریدش داخل چی؟ ADC و اینم باید تعریف کنیم دیگه. خب فقط به این دقت کنیم مقدار این چیزی که الان ما داریم به دیجیتال تبدیلش میکنیم، این مقداره یه عددیه که اینتیجره، چون 10 تا بیت داشتیم، اون 10 تا بیت یه عدد اینتیجر به ما میدن دیگه. خب حالا اینکه چجوری خود ولتاژ رو بگیریم من بهتون میگم الان که تبدیلش کنیم به ولتاژ. الان عددی که ما میگیریم بین 0 تا 1023 بهمون میده. من میام چیکار میکنم؟ رید ADC رو که گرفتم میگم حالا LCD رو go to xy کن، xش 0 اینم 0، بعد بیا LCD put F برای اینکه دستورات LCD رو ببینی گفته اگر میخوای یه رشته بذاری پوتس بذار. خب این LCD کلیر هم احتمالا نیاز میشه، اینجا هم میذارم. خب اینم بردارم LCD پوتس کن. یه بافر رو از کجا من بیارم؟ بافر رو اینجوری درست میکنم، میگم اینجا اینکلود میکنم stdio رو .h رو. خب بعد داخل اون یه دونه تابعی هست که من میخوام اینجا استفاده بکنم به اسم اسپرینتف. خب تو اسپرینتف میگه یه بافر من میخوام بهش بدم، بعد اینجا بنویسه ADC
ولیو دیگه زیاد شلوغش نکنیم. ولیو مساوی درصد دی. خب بعد اینم بذاریم ADC و این از این. خب بافرم هم اینجا تعریفش کنم، چون میخوام رشته باشه کر تعریفش میکنم. یه بافر لاگ 50 در نظر میگیرم، یه آرای انقدی در نظر میگیرم. حالا میتونید شما تعداد کاراکترها رو تعریف کنید و همون میزان بگیرید، ولی حالا 50 گرفتیم. بعد میام یه دیلی هم آخرش میذارم که خیلی سریع هم اجرا نشه. البته سریع هم اجرا شد مهم نیست، بذار سریع اجرا بشه. از این 20 ثانیه یک بذاریم رای درو نمید. خب اسپرینتف بافر میاد ولیو رو درصدی مقدار اینو میذاره، LCD گو تو ایکس وای میکنه تو صفر، LCD پوتس میکنه بافر رو. اینو ببینیم فرور داریم یا نداریم. خب نداریم. بیایم تو پروتوس اینو بازش کنیم، بیایم تو کد دیبار اگزه اینجا اینم بکنیمش 8. این چیزی نشون میده. خب آره داره نشون میده بچه. ببینید همون چیزی که ما میخواستیم. ببینید گفتم این اگه روی 50% باشه 512، 100 باشه 1023 و تا صفر هم باشه که صفر. ولی این چیزی که به ما میده یه عدده، من این عدده رو نمیتونم بفهمم. خب کسی هست که به ذهنش برسه ما چیکار کنیم این عدد رو تبدیل کنیم؟ میتونیم ضرب در 5 تقسیم بر 1023 کنیم. خب آره دقیقاً همین کارو میکنیم. حالا چون یه بار ما اومدیم انجام دادیم، البته بذار آره نه دیگه بذاری نداریم، همین رو انجام. خواستم میگه مستقیم ضرب در 4.88 کنیم، چون 5 تقسیم بر 1023 انقدر شده بود. 4 اینو میتونیم استفاده کنیم. 4.89 بذاریم بهتره. یه فلوت من اینجا تعریف کنم. مساوی است با 0. خب اینجا ولتیج مساوی است با 5 تقسیم بر 1023 ضرب در چند؟ ADC بله ما. خب دوباره یه دونه بافر دوم من اینجا میذارم. بخش یه سمی کالم جا انداخته بودیم فکر کنم. آره هنوز کاملش نکردم. خب اینم بافر یک مثلا. خب بعد ولتیجمون 5 تقسیم بر این ضرب در ADC بعد دوباره میایم اینجا یه اسپرینتف دیگه میذارم. یه بافر یک تعریف کردم که میخوام بذارم ولتیج چقدر درصد F یه اسپیس هم رو بزنیم و بعدش چی؟ ولتیج نگاه. خب ببینیم سوتی که ندادیم نه فعلا. اینو که انجام میدیم من میام تو خط بعدیش میگم LCD گو برو تو X برو تو یکمی واید به 1 اینجا بافر 1 رو چاپ کن. ببینیم چه اتفاقی میفته. ارور که نداریم. تو همون سطر پخش میشه. آها نه درست شد. خب چرا کار نمیکنه؟ از نمایش عددمون مطمئنیم ولی این درست کار نمیکنه. 5 تقسیم بر 1023 فکر میکنم به خاطر اینکه
فلوت بذارم اینجا ببینیم این درست میشه الان. خب درست شد. ولی چجوری بذار اینو فکر کنم نیاز نبود، اینو نیازی نیست فکر کنم، فکر میکنم ببینم تست کنم. آره مشکلش از این ور بود. خب آره چرا حالا ببینید بچه‌ها، وقتی که ما میایم 5 رو تقسیم بر 1023 میکنیم، دو تا عدد و اینا رو جفتشون به عنوان چیز میگیره، عدد اینتیجر میگیره. بعد 5 رو تقسیم بر 1023 میکنیم، یه عدد 0 خورده ای در میاد دیگه. حساب کردیم ما 0.0488. پس اون عدد میخواد به اینتیجر تبدیل کنه، میکنه 0. خب بعد حالا 0 رو ضرب در هر عددی بکنه میشه 0. پس برای اینکه این اتفاق نیفته ما تایپ کاستینگ رو انجام میدیم، میگیم این 5 منو فلوت در نظر بگیر. یا این کارو میکنیم یا میایم میگیم که 5 ممیز مثلا 0، اینم مثلا 1023 ممیز 0. این کارم میتونیم بکنیم که بیایم خود عدد رو به صورت فلوت بدیم، بعد بیایم بخونیم. حالا هر کدوم خودتون دوست داشتین دیگه، یا میخواین تایپ کاستینگ رو انجام بدین عدد اینتیجرتون رو فلوت داشته باشین، یا اینکه نه مثلا بیاین اینجوری نقطه صفر بدین که کامپایلر بفهمه این یه عدد فلوته، وقتی تقسیم میکنه نیاد اون صفری رو بذاره کنار. پس اینو نکته‌ای بود که حالا در نظر بگیرید. ولی یادتونه گفتم که اینجا ما درصد اف میخوایم بذاریم، نیاز داریم به این پروژه که اینجا کانفیگر بزنیم. بیایم ببینیم، گفتم یه چیزی میایم اینجا اینو میذاریم رو فلوت. این اگه روی اینت بود فکر کنم اولش رو اینت بود. خب ببینیم الان چه اتفاقی میفته. یادم اون زمان ما که اولی بار کار، یعنی اون اولا که من کار میکردم، این همیشه ارور میده. یعنی ارور که میداد اینجا نشون نمیداد، میبینید 2F نشون میده. خب یعنی در واقع اینو نمیفهمه درصد اف شما رو. خب برای اینکه مثلا اینو میفهمید حتما بعد هنوزم همینه دیگه، پس حتما اینو نگاه کن. اگه یه وقت اومدید حواس اینو نشون دادم، اگه یه وقت اومدید یادتون رفته بود اینو فلوت کنید، ببینید از کجا باید این حرکت رو بزنید که یه وقت فکر نکنید برنامه‌تون خرابه یا مشکل از شماست. خب کامپایلش هم که میکنیم، این هم نقطه 2F هم که میدونید دیگه، اگه بخواید تا یه رقم اعشار یا تا 2 رقم اعشار، اینو میتونید مثلا خودتون در نظر بگیرید. حالا من تا 2 رقم اعشار نشون دادم. ببینید الان ببرمش بالا میشه 5 ولت، اینجا مثلا میشه 0 ولت. الان یه ولت متری مثلا ما ساختیم که قشنگتر بود. بعد از این میومدم اینجا مینوشتم مثلا ولت. خب این قشنگتر بود. اگه این کارو بکنیم خیلی قشنگتر میشه. خب میام اینجا دوباره بزنم ولت، این داره نشون میده. حالا برای اینکه ببینیم که واقعا هم اینجا هم کار میکنه، یه قابلیت خود پروتئوس رو که انجام بدیم، یه ولتاژ میذاریم اینجا. الان اندازه گیری کنیم ببینیم چه جوری کار میکنه. ببینید 4.05، این 4.049 تقریبا دیگه خیلی خوبه دیگه، دقتش خیلی خوبه. مثلا 5 ولتی که میکنیم این 4.999 اینا، این 5 ولت نشون میده. ببینید این داره خوب کار میکنه اینجا 3 دهم 3 دهم. اینم از این مثلا میشه یه ولت متری که ما درست کردیم. خب حالا اگه سوال دارین روی این بخش بپرسین که ببینیم چه سوالایی هست. آیا سوالی هست نیست؟ یه سوالی که واسه من پیش میاد، سرعت نمونه برداریش چقدره؟ اینو گفتیم دیگه، شما توی این تنظیمش کردیم فکر کنم فرکانس نمونه روی برداریش 1000 کیلوهرتز فکر کنم. آره 1000 کیلوهرتز. این بعد نرخش من می‌خواستم چی؟
من میخواستم بدونم که ما مثلا یه ایده که به ذهن من رسیده بود، مثلا محاسبه مثلا اندازه سلف و خازن به واسطه همین ADC بود. میخواستم خب مثلا یه پالسی بهش بدم با توجه به نمودار شارژ خازن، مثلا میگن اگه 1/10 مثلا شارژش رسید و 9/10 شارژش رسید، این دلتا تیش اندازه بگیره و کار انجام بده. حالا درست. میخواستم بدونم مثلا ADC انقدر سرعت رو داره که مثلا واسه هر خازنی بتونه اینو اندازه بگیره؟ شما بستگی داره اولا زمان اون رو حساب میکنید. اگه میخواید حساب دقیق از این استفاده کنید، زمان شارژ و دشارژ خازنتون رو میگیرید ببینید چقدره. اگر زمانش خیلی مثلا کوتاه بود، با ADC میکرو نتونید انجام بدید، میتونید برید یه سری IC های دیگه خارجی بگیرید. یعنی نه از ADC خود میکرو استفاده کنید، یا IC خارجی بگیرید که مثلا نرخ نمونه برداریش خیلی بالاست، در حد مثلا چند گیگاهرتز، بعد بیاید مثلا از اون استفاده کنید. این کار رو میتونید انجام بدید. ولی خب راههایی هست که حالا آرسیمتر رو این جوریسا میخواین درست کنین، مثلا یه سری پروژه دانشجویی که بچه با هم ای وی آر زیاد میزنن، فکر نکنم مشکلی داشته باشه اگه بخواید درست کنید از اونها، چون دیدم که درست کردن. تو اینترنت هم بزنید آر سی ال و یه همچین آر سی ال متر، یه همچین چیزی، هم مقاومت هم خازن هم سلف، اندازه‌گیری اینا با میکروکنترلر ای وی آر پروژه‌اش زیاده تو اینترنت، اون هم میتونید بزنید. ولی خب میگم لازمش اینه که شما برید ببینید چه رنج خازن و مقاومت و سلفی رو میخواید اندازه گیری کنید، متناسب با اون ببینید که چقدر نرخ نمونه برداری میخواید. اگر تو نرخ نمونه برداری میکرو که تو دیتا شیت بهتون گفتم میتونید نگاه کنید نرخ نمونه برداریشو، اول همینجا بود فکر کنم تو فیچراش اینجا. این که تایم مثلا کانورژنشه، بعد نرخش هم اینجا هم گفته آپ تو 15 کیلو سامپل پر سکند. خب این هم مثلا هست، این هم میتونید مثلا برید ببینید که تو این سامپل پر سکند به دردتون میخوره. اگر میخورد که با همین استفاده کنید، اگر نمیخورد که برید سراغ پایسی خارجی. ولی خب راههای زیادی هست واسه اون پروژه‌ای که بخواید صحبتش کنید. این دست شما از درد نکنه. خواهش میکنم. خب دیگه چی؟ دیگه سوال دیگه ای دارین؟ الان دیگه بچه تقریبا دیگه درس امروزمون تمومه دیگه. آنالوگ فقط مونده بود که بعد میگفتیم، الان اونم تموم شد. حالا شما دیگه میتونید هر کاری که دلتون میخواد بکنید دیگه. حتی اگر مثلا تا یه نرخ نمونه برداری که مثلا میکروتون ساپورت میکنه، میتونید یه سیگنال آنالوگ بهش بدین، بعد از اون ور یه نرم افزاری تو کامپیوتر درست کنید، این این نمونه‌هایی که میگیره رو ارسال کنید به کامپیوتر، اونجا مثلا شکل موجتون رو نشون بدید. مثلا میشه یه کار دانشجویی که میتونید انجام بدید، نمونه برداری، دیتا لاگر درست کنید واسه خود. بعد یه کار جذاب دیگه ای که میتونید بکنید اینه که بیاید یه سنسور LM35 که من تو پروژه‌تونم گفتم بیارید بذارید، بعد مدارش هم اینجاست. حالا اونایی که میخوان این پروژه رو بزنن، ایناهاش ایمیجا برید کلی مدار واسهتون میزنه. این که خودشه، فکر کنم از دیتا شیتش هست اگه خوب نشون بده. یه LM35 مثبت منفیش که وصل میکنید، خروجیشو با یه مقاومت خازن به زمین اینجوری داده. حالا این از میکروکنترلر PIC استفاده کرده، ما AVR داریم. این خروجی رو شما میدید به AVR، خیلی ساده، خیلی راحت. بعد دما اندازه گیری میشه. حالا من احتمالا اینو الان بیارم بزنم. خب اگر دوست داشتین، نه ولشون وقت گرفته میشه، شما سوالاتونو بپرسید. ولی مدارش اینه، یه ولتاژ مثبت منفی رو بهش میده، بعد اینجا هم استفاده میکنه. نوع‌های مختلفی هم استفاده میشه. مثلا یه حالتش هست توی یه رنج دمایی مثلا یه جور بسته میشه، توی یه رنج دمایی دیگه یه جور دیگه. اینو خودتون تو دیتا شیت میتونید ببینید، چیزی نداره بچه‌ها، یعنی خیلی ساده میتونید استفاده کنید ازش. این پروژه‌ای که پروژه اولیه رو انجام بدید، دیدید چقدر ساده بودین. من فقط اولش رو خودم حس میکنم یه مقدار شاید پیچوندم. امیدوارم که حالا خوب فهمیده باشین. ابهامی دارید که الان بپرسین، و ابهام هم ندارید که درس تمومه. همین دیگه. اگرم
سوالاتی از قبل مونده و رفع اشکال میخواید کنید بگید بچه الان انجام بدیم. یه رو 20 دقیقه میتونیم وقت بذاریم واسش. اگرم نه که خسته نباشید. من ضبطتونم قطع کنم.